السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای محترم و بیننده های کانال یوتیوب ما، البته در ایام گذشته ما دروسی در مسائل توسل به شکل تخصصی پیش کرده بودیم و او را شروع کرده بودیم و به دوستای ما این مباحث را تقدیم کردیم. نمیدانیم بعضی اشخاصی که اغوا شدند و فریب خوردند از طرف اغیار، اونا اگرچه ما در این مباحث خود کتب حدیث را تصویر میگیریم، اگر از اسماء الرجال باشه تصویر میگیریم و اگر از کتب فقها و اسلاف امت باشه، هر نوع استدلالی که ما در درس خود داشته باشیم تا حد امکان او را تصویر میگیریم و به دوستا تقدیم میکنیم. اما نمیدانم این دوستای ما چقدر اذهانشان پوچ شده و بعضی برادرای ما از تاجیکستان هم که هستن، اونا هم اینطور اعتراض میکنن و میگن که کتاب نعوذ بالله من ذالک که دری ترس بیم کفر میره، میگه این کتابایی که اینا پیش میکنن این کتابای شیعه هاست، این کتابای یهود است، این کتابای نصاراست. تا اینطور اقوالم به ما رسیده. بنان جوانای عزیز یک کمک هوشیار شوین، یک کمک چشم باز داشته باشین، خواب نباشین. ما الحمدلله والمنه مکتبی که به پیش خود و کتبی که به پیش خود داریم، از او برای شما استدلال میکنیم، چقدر تکلیف میکشیم تا ای که یک مسئله را بر شما روشن میکنیم. بعدم شما با این طعن و متاعینی که یاد دارین و یاد گرفتین او را نثار ما میکنین و بعد میگین که کتابا، البته داری که شما کتاب یهودی یا نصرانی و امثال ازی بگوین و کتابایی که من استدلال میکنم الحمدلله همهش کتابای مسلمان است و از محدثین و اسلاف امت است. اما ترس به تاراج رفتن ایمان خودتان است. بنابراین اگر ایمانتان را دوست دارین و خود دوست دارین، لطفاً تو گپا را نزنین. این درخواستم است برای شما. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.